زمان مناسبی نیست باشه. زود باش برو دیگه. خواهش میکنم لروکس، خواهش میکنم. بروک ببین الان دوتاییمون میافتیم و بیا بشین اینجا. بشین. تو اینجا بشین، من الان برات قهوه درست میکنم میام. خب باشه. اوی بروک. این اینجا چی کار میکنه؟ من از کجا بدونم؟ اومدم پایین دیدم اونجا نشسته. بینتون یه چیزی هست که به توافق نرسیدیم، برای همین اومده اینجا. اصلا کار درستی نیست. من بگیم چیزا عادت ندارم. وای دمیر چی میگی آخه؟ چرا مزخرف میگی؟ چی میخواد بینمون باشه؟ لطفاً اصلا این کار نکن، خیلی تابلوه. مشخصه که یه چیزی بینتون هست، میتونم باشه، من نمیگم نباشه، بالاخره این زندگی شخصی خودتونه. من اصلا با اونجاش کاری ندارم. تو چی داری میگی ها؟ اونم مثل آلارا سرزده اومده. مشکل تو چی اصلا؟ فرق داره، اون مشتریمونه، اما تو بوراک همکاری. وقتی هر دوتاتون توی شرکت کار میکنین نباید بینتون چیزی باشه. تا زمانی که تو این خونه با من زندگی میکنی هم نباید باشه. واقعا یه موجود ناشناخته ای، نمونه نداری. عزیزم فکر کنم اشتباه گرفتی. مگه میشه اشتباه بگیرم؟ شمارش رو سیو کرده بودم. نه خاله جون، تلفن لروکسه. عمو جون ارادتمند. ممنون پسرم. اما تو کی هستی؟ لروکس کجاست؟ نکنه برای سر دخترم اومده؟ نه چیزیش نشده. ما نشستیم توی خونه، دیدم شما زنگ زدین، کنجکاو شدم جواب دادم. یه چیزی بگم، شما چه دختر خوبی تربیت کردین. واقعا بهتون تبریک میگم، چون که واقعا انسانه. پسرم تو داری چی میگی؟ این داره چی میگی؟ منم نمیفهمم. پسرم ببین، تو الان زود گوشی رو بده به لروکس تا من با دخترم حرف بزنم، باشه؟ البته که حرف بزنیم. من و لروکسم داشتیم با هم حرف میزدیم. موضوع مهمی هست که باید راجع بهش حرف بزنیم. داشتیم حرف میزدیم، من داشتم باهاش حرف میزدم. من چیزه، یعنی منظورم اینه که تو خونه داریم حرف میزنیم. ببینید مگه وقتی شرکتیم نمیتونین حرف بزنی؟ مثلا میخواد راجع به چی حرف بزنی که این وقت شب اومده اینجا؟ وای منم نمیدونم، یه چیزایی گفت اما خیلی مسته. مستم. خیلی خوبه. من بی خودی نمیگم که احساساتتون رو وارد شغلتون نکنین. شب و نصف شب همکارت مست کن و بیاد اینجا. نه بابا، آدم باید تو زندگیش یه حد و حدودایی داشته باشه. این دیگه چه وضعشه؟ اگه الان این حد و حدودا رو بشکنین در آینده مشکلات بزرگی براتون درست میشه. باشه دمیر، میفرستمش. زود باش. ساکت شو تو رو خدا. پسرم اسمت چیه؟ من بوراک هستم. بوراک خان، الان اون گوشی رو میدی به لروکس و خیلی سریع اون خونه رو ترک میکنی. زود باش پسرم، زود باش عزیزم. ببین وگرنه مشکل پیش میادا. زود باش. گوشی رو بده به لروکس. پسرم، بابامم یه بارم اینطوری از ته دل نگفته بود پسرم. من نمیخواستم دخترتون رو ناراحت کنم. اگه قراره بلایی سر اون بیاد، الهی که سر من بیاد. خیلی هم دخترتون دوست داشتنیه، همه دوستش دارن. من از دخترتون معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام، از همه معذرت میخوام. آسمان، این بوراک دیگه کیه؟ این پسره چی داره میگه؟ اصلا معلوم هست چی میگه؟ اصلا این وقت شب تو خونه دخترمون چی کار میکنه ها؟ وای سمی، چقدر زود قضاوت میکنی. بیا بگی بشین اینجا وگرنه فشارت میره بالا ها. ببین منو، تو از این خبر داشتی؟ آخه از کجا خبر داشته باشم؟ صبح تا شب با دختره حرف میزنی. حتما چیزی نیست، وگرنه اگه بود لروکس بهم میگفت. در ضمن تو دیدی تا حالا دخترمون چیزی رو ازمون مخفی بکنه؟ ما این دختره رو خیلی تنها گذاشتیم. بوراک پاشو، قهوه تو آوردم.
بوراک پاشو دیگه، نمیتونی اینجا بخوابی. خواهش میکنم، برات یه سودا هم آوردم. بوراک خوابش برد داره؟ آی دمیر، آروم باش نگهش لروکس. دار دیگه. یواش، اینطوری با هم نمیتونیم رد بیارش دمیر. لروکس برو یارو رو صدا کن. برو راننده رو صدا کن. آقا میشه یه کمکی کنی؟ میشه لطفا در رو باز کنیم؟ ممنون. خیلی ممنون آقا، آدرسش هم اینجاست. اونجا نگهبان بهتون کمک میکنه. ممنون دوست. فردا هیچ کدوم از اینا رو یادش نمیاد. میدونی دیگه آره؟ خواهشم با دوستات حرف بزن که اینطوری سرزده نیان خونه. دمیر ببین، من از صبح ننشستم، کل روزو با کارهای مسخره سر و کله زدم، حتی یه قهوه هم نخوردم. به هم گیر نده وگرنه داد میزنم. باشه قهوه درست میکنم، بشینیم و راجع به این موضوع حرف بزنیم. بفرما برو داخل. باشه. عجب روزی بود. تا حالا به خاطر تمیزکاری خونه اینقدر خسته نشدم. اومدن بوراک خیلی بیجا بود. آره، اومدن آلارا هم خیلی بیجا بود. ممنونم که به حرفم گوش کردی. این همه اصرار کرد بری خونهش، کاش میرفتی. این موضوع به تو هیچ ربطی نداره. البته که به من ربطی نداره، اما من شاهد همه اینا شدم. طرف کم مونده بود که تو رو بخوره، بهت کلی پیشنهاد میده، رسما بهت چک سفید امضا میده، بعدش همینطوری نخوش و سمتت پرتاب میکنه. در ضمن کسیه که تو محل کارم مجبورم باهاش روبرو بشم. دیگه اتفاق نمیافته. بذار بیفته، من که نمیگم نیفته. بالاخره تو یه جوون سالم و مجرد هستی، در ضمن با شخصیتی، تحصیل کرده ای، کار خوبی داری مگه نه؟ در ضمن بذار راستشو بگم، خیلی هم خوشتیپی، واقعا خیلی خوشتیپی. هیکلت هم که تیکه تیکه، سیکس پک هم که داری، جذابیتت هم که یه نگاه خونسرد و کول، بعضی وقتا هم رفتارای غافلگیر کننده و غیرتی، تو چشاتم یه تب مدیترانه‌ای بی پایان، شخصیتت هم که یه تئوری متناقض. نما دیگه چی میخوای؟ واقعا منظورم اینه که طبیعیه دخترها رو جذب کنی، اما چون نمیتونی دختر بیاری خونه، میدونی بهتره چی کار کنی؟ اسباب کشی کن. چون نمیتونی اینجوری زندگی کنی، نمیتونی تنها بمونی، دلت برای جوونیت بسوزه. به حرفام خوب فکر کن، باشه بهتره که اسباب کشی کنی. راست میگم، از اینجا برو، همین فردا برو، جدی میگم. کن میزنم. تو چشمات یه تب مدیترانه‌ای بی پایان. از دست تو وداد. آدرسمو دادی به آلارا، به خاطر تو مجبور شدم یه روز مزخرف رو داشته باشم. داری میخندی، پس خوش گذشته. تو به خنده های من نگاه نکن، من فردا خودم به حسابت میرسم. پسر، من چند بار بهت گفتم هر وقت زنگ میزنم گوشی تو جواب بده. چند بار زنگ زدم، مگه دمیر خان جواب میده؟ میتونستی پیام بدی وداد جان. هر دوتامونم خیلی خوب میدونیم، اما بگذاریم. چی داری میگی آخه تو دختر؟ این چه حرفایی بود که گفتی لروکس؟ کاش لال میشدم اون حرفا رو نمیزدم. بی خیال، حالا هرچی. مگه چیه؟ ما به خوشتیپا میگیم خوشتیپ، چیز دیگه ای که نمیشه گفت. خب پسر خوشتیپه دیگه، من چی کار کنم؟ از دست تو لروکس.
بگیرش. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. بورک به نظرت این ملاقات یکم زیاد نشدن؟ حرف زیاد میزنی اما از کار هیچ خبری نیست. اگه منم میخواستم درد و دل کنم با دخترای تو شرکت این کارو میکردم. حداقل اونو از کیف سر در میارم با سلیقه. به کمکتون احتیاج دارم. ای بابا، دیروز میگی یه پیشنهاد داره، الان میگی کمک لازم داری. هنوز کمک قبلیمو جبران نکردی. نکنه به دیت تموم نکرده باز قرض میخوای؟ نه اینجوری نیست. یعنی فهمیدم. برای اینکه اشتباه نکنیم مراقب اون هستیم. منو تعقیب میکنین، تو شرکت حرفامو شروع میکنین، همه جا جلوی راهمون سبز میشین. یواش، رو جمله‌های بعدیت خوب فکر کن. دیگه به این چیزا نیازی نیست، چون میخوام شما رو وارد شرکت کنم. ای خدا، اینو باش. تو با روش خودم میخوای به من درس بدی عزیزم؟ میخوای بگی بیام شرکت رو بخرم؟ نه، به عنوان مشتری باید بیاین. یکی از مشتریای سرسخت آرتمین میشین. همیشه یه پیشنهادی برای تغییرات دارین. آره دارم. اول میگین میسازین، بعد میگین خوشتون نیومده. ما میسازیم شما خراب میکنین، باز میسازیم باز شما خرابش میکنین. این تغییرات هیچ وقت تمومی نداره. و اینجوری پدر رئیستونم در میارم. آره. اصلا یه بلایی سرش میاریم که با پای خودش فرار کنه و صندلیش هم برای تو بمونه. شما هم باید بالای سر پروژه ها باشید. آفرین بورک، آفرین به تو. منو ببین، همیشه همچین ایده هایی رو به من بده باشه. آفرین. آب بیار. آب. آی، ورزش مهمه، خیلی مهمه. سریعتر. 1 2 من هنوز بیدار نشدم عملیاتو شروع کردم. چون من زود بیدار میشم. ای رنگ تیره، داری شوخی میکنی؟ رنگ یه پسر مجرد حوصله سربر. البته انتظار بیشتری هم نداشتم. دیدیم که انتظاراتت از من خیلی بالا است. این دیگه چه افکار مسخره‌ایه؟ نمیدونم، چه میدونم نورگیره، چه میدونم آرامش میده. انگار که باید اینجا رو حتما رنگ کنی. حالا وقتی بعد رفتنت اینجا رو کاغذ دیواری کردم رنگ رو میگیره. اوه نه بابا، آدم با درس و دانشگاه نمیتونه این چیزا رو بفهمه. باید روح آدم زنده باشه، روحش. برو کنار، رنگ روت نریزه. حداقل یکم روشن‌ترش میکردی، آدم دلش میگیره نگاش میکنه. اگه یکم خوب قاطیش کنی میتونی آی چشم، آی چشم. من که بهت گفتم برو کنار، بذار ببینم. چشمو در آوردی، دلت خنک شد. یه لحظه وایسا. یه لحظه لروکس، یه لحظه وایسا ببینمش. لروکس یه لحظه برگرد ببینم چی شده. یه لحظه وایسا دیگه. دست نزن، به دستت هم خورده. چی کار کنم؟ رنگ رفته تو چشم، مجبورم دست بزنم. باشه اگه برگردی. ای بابا لروکس، وایسا یه لحظه ببینم. وایسا. دوبله شده در استودیو جیم. میتونی باز کنی. خوبی؟ من میرم باز میکنم، تو برو دست صورتتو بشور. یه چیزی تنت کن.